امروز روز 4 چالش رسوندن $10 به $1000 منه و تا به امروز $132.30 ریوارد من بوده. طبق روال هر روز میشینم همه چی با خودم مرور میکنم. امروز هم کار من از همیشه راحت تر، چون ریوارد خیلی خوبی داشتم نسبت به همه روزام و باز هم میتونم ریسکم ببرم بالاتر. طبق روال هر روز کاری من اولین کاری که انجام میدم اخبار رو نگاه میکنم، چیزای مهمو یادداشت میکنم. بعد میشینم پای چارت، ست اپمو میچینم و استراتژی خودم رو به چارت پیاده میکنم و دنبال یه نقطه ورود خیلی مناسب میگردم. بازار اولین نقطه ورود منو بهم داد. منو معطل نکردم و ورود کردم. تایم خیلی زیادی هم نگذشت که تارگت من خورد. این معامله رو هم با $19.10 من بستمش. رفتم سراغ معاملات بعدی. دقیقا همون موقع که از معامله خارج شدم نقطه ورود بعدی رو به من داد. این نقطه ورودم واسه من خیلی خوب بود. برای همین من قانع نشدم به 2 تا اوردر سومی هم اضافه کردم و منتظر شدم تا بازار طبق روال هر روز روند خودش رو طی کنه. از این معامله هم با $23.20 خارج شدم. حالا بالانس من رسیده به $174.60. فردا رو قوی تر از امروز شروع میکنم.